سلام. توی این ویدیو میخوام 7 نشونه از عزت نفس پایین رو بگم که اگر توی خودتون باید بدونید وقتشه که قوی تر بشید. مورد اول اینه که مدام دنبال تایید و تشویق و تحسینی. شاید اینم خیلی توی ظاهرت نشون ندی، ولی در واقع زمانی که یه نفر میاد تاثیرت میکنه به شدت خوشحال میشی و اگر کسی هم انتقادی بهت وارد کنه یا حرفی بهت بزنه که دوست نداشته باشی، باز به شدت ناراحت میشی راجع به این موضوع. و عزت نفس واقعی یعنی تو نه از تحقیر و حرف بعد کسی ناراحت بشی، از تحسین و تایید کسی خوشحال بشی. در واقع چیزی که مهمه فکر و ذهنت راجع به خودته و احساسی که خودت به خودت داری. مورد بعدی هم نگفتنه که اینو خیلی جاها شنیدیم، همه دارن میگن، ولی بازم پاش که میفته توی شرایطش که قرار میگیری میبینی نمیتونی نبگی، نمیتونی به درخواسته که قلبا دوست نداری انجام بدی، اصلا برات زحمت داره نبگی. چرا؟ به خاطر ترس از تایید نشدن و رد شدن و اینکه فکر میکنی ممکن ناراحت شن، رفتارش رو با نوس کنن، ترکم کنن یا فکر کنن که من چه آدمی هستم، یا معذب میشی و دیگران رو مهمتر از خودت میدونی. و تمرینش هم اینه که با نهای کوچیک کوچیک تا یه روز شروع کنی تا این کار برات راحت تر بشه و عادت کنی که تو شرایطی که برات پیش میاد دوست نداری کاری انجام بدی راحت نبگی. مورد بعدی مقایسه کردن. شاید به خود بگی که من اصلا خودم مقایسه نمی کنم، ولی اون ته ذهنت توی ناخودآگاهت، توی مدرسه، دانشگاه، سر کار، بیرون، اینستاگرام، خودت شاید زبونن خودتو مقایسه نکنه، اون ته ذهنت داره مدام مقایسه میکنه و بهش آگاه نیستی. اونقدر که اون کس میکنی چه شرایط خوبی داره، چه ظاهر خوبی داره، ببین که تحسینش میکنی، ازش توی دلت تعریف میکنی یا میگی که عمل کرده، با عمل اینجوری شده، یا چیپه، فیکه، فلانه. ببین که واکنشت چیه. مورد بعدی اینه که موفقیت خودتو کوچیک میشماری و اصلا بهش توجهی نمیکنی. در واقع پیشرفتی به دست میاری همیشه به خودت میگی که اگه اینطوری میشد بهتر بود، یا چیز خاصی نشد که، یا هنوز به اونجایی که میخوام نرسیدم. میدونی موفقیت و پیشرفت خودتو کوچیک میکنی و بهش توجهی نمیکنی. وقتی هم کسی ازت تعریف میکنه به تبریک میگه، اون حس افتخار و شرف رو به خودت نداری، بقیه هم حس خوبی نمیگیری. تا اگر کسی ازت تعریف میکنه تعریف بقیه رو رد میکنی یا اونقدر جدیش نمیگیری و حس میکنی هیچ کار خاصی نکردی و خیلی کارت کوچیک و بی‌ارزش بوده. چرا؟ به خاطر این حس عزت نفس پایینیه که تو خودتو ارزشمند نمیدونی و این باعث میشه که هر موفقیت، پیشرفت یا هر چیزی که به دست میاری هم ارزشمند ندونی. مورد بعدی اینه که سریع عاشق یا وابسته دیگران میشی. شاید با خودت فکر میکنی که نه من اصلا اینجوری نیستم و اینا اون رفتاری پنهانیه که تو درون خودت داری و یا با قوی تر نشون دادن خودت میخوای بگی من اصلا اینجوری نیستم، ولی ته رفتارا زمانی که تنها میشی مدام چک میکنی پیدیشو، مدام چتاتون رو میخونید و میخوای که سریع آنلاین شه و یه جورایی وابسته نشون نمیدی. سعی میکنی که با غرور قوی تر نشون دادن خودت یا بی‌توجهی هایی که تمام فکر و ذکرت پیش اونه بگی که مثلا وابسته نیستم و اشکالی نداره. حس ارزشی از درون نداری و خودت به خودت نمیدی و دوست داری از اون آدمی که به توجه کرده بگیری و چون اون حس خوبو از اون آدم گرفتی وابسته شدی و ممکنه که وارد چرخ کماندری بشی و هر روز منتظر باشی که شرایط بهتر شه، اتفاق خاصی پیش بیاد، من لاغر شم، خوشگل شم، پولدار شم تا اون کاری که میخوام شروع کنم و اونجایی که میخوام برسم. اون فردا، اون بعدن، اون یه روزی قرار اتفاق بیفته هیچ وقت نمیاد و شرایطم اونقدر هیچ وقت قابل نمیشه که تو بخوای دیگه هر کاری رو شروع کنی. به خاطر اینکه تو باید شروع کنی و شرایط کامل شه. از جایی که هستی از همینجا شروع کن و بدون که همه چی هر روز بهتر میشه، ولی اگه شروع نکنی کلا دیگه هیچ بهتر نمیشه. هفتم آخر اینه که توی ذهنت با خودت بد صحبت می‌کنی. شاید همیشه به خودت برسی، ظاهر خوب، استایل خوب، میکاپ خوب، روتین، تلاش برای آینده، ولی توی ذهنت به خودت بد صحبت می‌کنی و شاید هم بهش آگاه نباشی. شاید هم واقعا ندونی به خودت بد حرف می‌زنی. مدام خودت سرزنش می‌کنی، میگی میتونست بهتر شه، نه تو هیچ نیستی، تو ارزشمند نیستی و مدام می‌خوای بدوی چیزی برسی تا اون ارزش رو از اون موفقیت بگیری و از اونجایی هم که تمومی نداره، یعنی تو به هر جایی هم برسی بازم اون حس ارزش در خودت نداری، از بیرون هم نمی‌تونی بگیری و بازم میدوی. شاید به موفقیت خیلی بالایی هم برسی. خیلی از سلبریتی‌ها که کلفلوپت بود، آره میگفتش که من حس ارزشمندی ندارم، به همه چی هم رسیده، آدمو دوست دارن جاش باشن، ولی اون حس ارزشمندی رو نداره. بخاطر اینکه از درون باید به خودت بدی و صرفا با لباس و موفقیت و دستاورد ماشین و خونه نمیتونی اینو دریافتش کنی. خودت مهربون باش، به خودت زیاد سخت نگیر، با خودت مثل دوست صحبت کن و اینم بدون که هیچ چیزی جز خودت و درون خودت اون عزت نفس، اون ارزش، اون حال خوب نمیتونی خودت بده. اگر موفقیتی به دست بیاری کاملا زودگذرا
کوتاه مدته، بعد از یه مدت دیگه دوباره تو همین چرخه میافتی و میبینی که همه چیز داری ولی بازم حالت خوب نیست. دارم این نکات برات مفید باشه. استرس ارزشیه و عزت نفس پایین همیشه داد نمیزنه، ولی همینجوری آروم آروم بی سر و صدا توی رفتارمون هستش و خودش رو به دقت کلی نشون میده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. چنلم سابسکرایب کنید تا با هم کنار هم دیگه هر روز رشد کنیم. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه.